ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره. اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه میکنید معلوم نیست مثل اونجا. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازیشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید؟ ما هم شما رو بسیار عزیز و گرامی می‌داریم و حقیقتاً به عنوان یادگار عزیز و یگانه حضرت امام به حساب میاریم. خدا انشالله شما رو برای ما نگه بداره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدن و دیدن پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفمون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشالله برای ما نگه داره. ای سید ما، ای مولای ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.